کمتر کسی هست که اسم فلسفه رو شنیده باشه یا به فلسفه علاقه‌مند باشه و اسم فریدریش نیچه به گوشش نخورده باشه. فیلسوف بزرگ آلمانی عصر معاصر که به گفته خیلی ها شروع دوباره فلسفه بود. نیچه با فداکاری بسیار زیاد شروع کرد به از نو ساختن اندیشه ها. خیلی ها دنبال رو و شیفته شدن و خیلی ها هم به خاطر تفکراتش همیشه اونو نقد میکنن. آقای فریدریش نیچه حرفایی میزنه که حتی تو عصر ما، یعنی عصر مدرن، هم هضمش خیلی سخت و عمیقه. ولی به قول خودش که میگه من صبورم. شاید انسان‌ها چند سال دیگه جرأت خوندن کتابای منو پیدا کنن. اما امروز قرار 5 مورد از توصیه‌های فوق‌العاده‌ای که نیچه در مورد داشتن زندگی بهتر و عوض کردن دیدگاهمون در زندگی داشته رو برای شما بیان کنیم. توصیه‌هایی که به نظرم هر کس بهش گوش بده و عمل کنه واقعاً میتونه زندگی خیلی خوب و با آرامشی داشته باشه. پس حتما تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. شاید یه نکته باعث بشه تا کل زندگی شما دستخوش تغییر بشه. فقط قبلش اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم الان این کار رو انجام بدید، چون حمایت شما باعث دلگرمی ماست. بریم ادامه ویدیو. درس اول، چرایی خودتون رو پیدا کنید. نیچه میگه کسایی که در زندگی خودشون چرایی داشته باشن از پس هر چگونه‌ای برمیان. از نظر نیچه آزادی یعنی این که هر وقت تو آینه خودتو نگاه کنی به جای اینکه شرمنده باشی به خودت افتخار کنی. وقتی دنبال چرایی زندگی باشی دیگه چگونگیش زیاد مهم نیست. اون وقتی که میزان درد و رنجی که همراهته واسط مهم نیست. شما اون درد و رنج رو تحمل میکنید چون هدف دارید، چون چرایی دارید و چون به یه زندگی واقعی نیاز دارید. زندگی که مطابق ارزش‌ها و خود درونی شماست. اما قبل از هر چیزی باید خودتون رو پیدا کنید تا بتونید هدف زندگی خودتون رو پیدا کنید. بعد از اینکه دلیل و چرایی زندگیتون رو پیدا کردید، اون وقت توانایی تحمل و درک هر نوع سختی و مشکلی که در زندگیتون پیدا بشه رو دارید. برای پیدا کردن چرایی زندگیتون باید برید جلوی آینه وایستید و به خودتون نگاه کنید و ببینید که آیا از خودتون خجالت میکشید یا نه برعکس خیلی هم به خودتون افتخار میکنید. آیا استعدادهایی که درونتون قرار دادن رو پرورش دادین یا هدرشون دادید؟ از خودتون این سوال رو بپرسید که چه کاری باید انجام بدم تا حس ارزشمندی بیشتری پیدا کنم؟ چه کاریه که بتونه منو ساعتها بدون ذره خستگی مشغول خودش بکنه؟ این سوالاتیه که هر روز باید از خودتون بپرسید و بعدش تلاش کنید تا ورژن مورد علاقه خودتون رو بسازید. مطمئن باشید تلاشتون هدر نمیره و با این دلیل محکمی که دارید میتونید از پس هر گونه چگونگی و مشکلی بر بیایید. از خودتون بپرسید که چه کاری رو باید انجام بدید تا حس ارزشمندی بیشتری داشته باشید. درس دوم، رنج میتونه شما رو قوی تر کنه. نیچه یه جمله معروف داره که میگه چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه. نیچه جز کسایی بود که معتقد بود انسان قدرت ذاتی بسیار فوق‌العاده‌ای داره که اگر بتونه اون رو درک کنه به نقاط خیلی بزرگی در زندگیش دست پیدا میکنه. اون به ما توصیه میکنه که مثل ققنوس آماده بلند شدن از خاکستر وجودمون باشیم. ما برای اینکه به تکامل برسیم باید خودمون رو به نوعی نابود کنیم و از نو بسازیم. هر اتفاقی که توی زندگیمون میفته فرصتیه برای یادگیری یه چیز جدید. مهم نیست اون اتفاق چقدر تلخ و دردناک باشه، بلکه مهم اون درسیه که میتونیم ازش یاد بگیریم و این خیلی ارزش داره. بیاید یه تمرین انجام بدیم با هم. با اینکه کار سختیه ولی بیاید به دردناک ترین لحظات زندگی که پشت سر گذاشتیم فکر کنیم. شاید خیلیاتون دوست نداشته باشید یادتون بیاد اون لحظات رو، اما اگه میتونید چند ثانیه بهش فکر کنید. تو اون شرایط چه اتفاقی برای تو افتاد؟ خیلی از شما دوستان احتمالاً میگید که در اون شرایط فکر میکردین دیگه تمومه، من میمیرم و قرار نیست دیگه به زندگی ادامه بدم. ولی شما هنوز زنده اید و اینجا دارین با من به توصیه‌های نیچه گوش میدید. اینجا حرف نیچه که میگفت انسان قدرت تحمل و قدرت درونی بسیار زیادی داره برای ما ثابت شد. فقط کافی که به قدرت‌های درونی خودمون برسیم و درد و رنج رو قبول کنیم. اینو همیشه به خاطر داشته باشید که هر چیزی در زندگی بهایی داره
و اگر شما بتونید بهاش رو بپردازید و درد و رنجش رو تحمل کنید، مطمئن باشید به جاهای خیلی خوبی تو زندگیتون خواهید رسید. درس شماره 3: از کینه‌توزی نسبت به دیگران بپرهیزید. به گفته نیچه، کینه ورزیدن نشونه یه ذهنیت برد است و نشونه انسان‌های ضعیفه. کسایی که کینه‌توز هستن نمیتونن ابر انسان بشن و به اعتقاد نیچه کسی که کینه ورزی میکنه جز خودش به هیچ کس دیگه ای نمیتونه لطمه وارد کنه. اون هر لحظه در حال نابود کردن خودشه. بهترین جمله در مورد کینه ورزی هم این جمله است که میگه کینه ورزی یعنی اینکه تو سم رو بخوری و انتظار داشته باشی بقیه بمیرن. اینو بدونید که انسان کینه‌ای اول و آخر به خودش صدمه میزنه. اگر انسان ضعیفی باشید ممکنه انتقام نگرفتن خیلی براتون سنگین تموم بشه، ولی واقعیت اینه که باید روح خودتون رو با چیزای مثبت پر کنید. کاراتون رو به بهترین نحو انجام بدید و از تأثیر آدمای کوچیک در زندگیتون نترسید. مشکل ما اینه که خیلی وقتا آدمای اشتباهی در زندگیمون هستن. آدمای کینه‌ورز و حسود و کسایی که باعث میشن ما نسبت به خودمون حس بدی پیدا بکنیم. توصیه حافظ شیرازی هم در مورد دوستان کینه‌ورز اینه که ازشون فاصله بگیریم، چرا که در نهایت شخصیت ما و رفتارهای ما به مرور زمان تبدیل کسایی میشه که باهاشون رفت و آمد داریم. سعی کنید توی امور روزانه‌تون از چیزای بدی که هر روز باهاش مواجه میشید شکایت نکنید. چیزایی مثل احمقا، کلاهبردارا، بانکدارا، دولت، افراد بدخواه و از اینجور افراد کلاً شکایت نکنید و در عوض خودتون رو بسازید و بعدش این شمایید که از جایگاه بالاتری به اونها نگاه خواهید کرد. غر زدن خیلی خوبه، آدمو خالی میکنه، ولی مشکل اینجاست که چیزی رو حل نمیکنه. فقط مثل الکل و مواد مخدر باعث میشه برای مدت خیلی کوتاه مشکلات رو فراموش کنیم، ولی هممون میدونیم که اینجوری مشکل حل نمیشه و حتما باید باهاش روبرو بشیم. اگر تا اینجا با ما همراه بودید و از مطالب لذت بردید خوشحال میشم. برای حمایت از ما و بیشتر دیده شدن این ویدیو همین الان اون رو لایکش کنید. بریم سراغ درس 4. از داشتن یه زندگی کم ریسک بپرهیزید. به عقیده نیچه بیشتر انسان‌ها افکار خودشون رو منحرف میکنن و از زندگی واقعی آگاه نیستن. همچنین میگه ما بیش از حد منفعل و بیش از حد واکنشی هستیم و به اندازه کافی با خودمون صادق نیستیم. از نظر نیچه منفعل بودن به معنای غیر فعال بودن نیست، بلکه به معنای داشتن یه زندگی کم ریسکه. شما میتونین ظاهر فرد فعالی باشید، خودتون رو با چیزای مختلف مشغول کنید، با چیزای سرگرم کننده، حتی چند تا شغل داشته باشید، ولی بدون هدف حرکت کنید و طبل تو خالی باشید. متاسفانه چیزی که جامعه امروزی ما رو تهدید میکنه دقیقاً همینه. خیلی از افراد به ظاهر خیلی فعالن و سرشون خیلی شلوغه، ولی در نهایت به 2 سوال نمیتونن جواب بدن: من دارم چی کار میکنم و قراره به کجا برسم؟ امروزه راهکارهای خیلی زیادی هست که برای سرگرم شدن به راحتی میتونیم خودمون رو توش گم بکنیم. اما به گفته نیچه بدترین کاری که میتونیم در حق خودمون بکنیم اینه که منتظر باشیم تا اتفاقای زندگیمون خود به خود رقم بخورن و در این مدت خودمون رو با فعالیت‌های بی‌معنی سرگرم کنیم که در بلند مدت هم هیچ سودی ندارن. اما باید چیکار کنیم تا زندگیمون از اون حالت در بیاد؟ این خیلی ساده است. کمتر تلویزیون ببینید و بیشتر کتاب بخونید. کمتر تو اینستاگرام و فضای مجازی باشید و بیشتر به روابط سالم اجتماعی بپردازید. میتونید آدمای سمی اطراف زندگیتون رو ترک و یا رابطتون رو با اونا کمرنگ تر کنید و به جاش انسانای موفق و کسایی که اهل علم و ادبن رو به زندگیتون اضافه کنید. با این چند حرکت ساده شما میبینید که در عرض 5 الی 6 ماه زندگیتون دگرگون شده. آخرین درس و مهمترین درس که خودش 4 بخشه و توصیه میکنم این رو با دقت تمام گوش بدید. در 4 مورد با کسی مشورت نکنید. مورد اول، موضوعی که به چرایی زندگیتون بستگی داره و هدف خودتونه، نه هدف کس دیگه. مورد دوم، موضوعاتی که در اون اگر تصمیم بگیریم خطراتش رو خودمون باید به جون بخریم، نه کس دیگه. مورد سوم،
موضوعاتی که میتونیم با تست کردن و آزمایش کردن کوچیک نتیجه گیری درستی ازش بگیریم. بذارید یه مثال براتون بزنم تا بهتر درکش کنیم. خیلی وقت شده که برای بهتر شدن زندگیمون از کسی مشورت بگیریم، در حالی که خودمون میتونیم توی مدت زمان خیلی کم اون کارو تست کنیم که لطمه‌ای هم به زندگیمون وارد نشه. به یاد داشته باشید که تجربه شخصی شما خیلی مهمتر از تجربه دیگرانه، چون زندگی خودتون رو خیلی بهتر از بقیه میتونید بفهمید و درک کنید. مورد 4، در موضوعی که در اون استعداد دارید و قوی هستید با کسی مشورت نکنید و دنبال تایید شدن نباشید. وقتی در یک موضوعی قوی هستید، خب انجامش بدین دیگه. چرا باید منتظر بمونید تا کسی بیاد و شما رو هل بده؟ متاسفانه خیلی‌ها در این زمینه وقتی مشورت میگیرن فقط دنبال تایید شدنن و خیلی وقتا هم اشتباه مشورت میگیرن و این منجر به ناامید شدن از اون کاری میشه که درش مهارت کافی رو داشتن. راستی دوستان، نظرتون در مورد مشورت نکردن با این 4 گروه چیه؟ آیا درستن؟ لطفاً نظراتتون رو کامنت کنید. امیدوارم این مطالب براتون مفید واقع بشه و بتونید باهاش زندگیتون رو در مسیری که دلتون میخواد و اون جوری که خوشحالتون میکنه پیش ببرید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و برای دوستانتونم بفرستید. تا درودی دیگر، بدرود.